با درود فراوان به مردم دلیر و آزاده ایران در سراسر جهان، به خصوص در کشور عزیزمون ایران. دکتر کاوه کریمی هستم. در ادامه گفتار و بحث‌های سابقمون در رابطه با سازماندهی نیروهای آزادیخواه در ایران به خصوص و در خارج از کشور بحثمون رو ادامه میدیم. درود میگم به تمام آزادیخواهان مبارز ایرانی از تمام گروه‌ها، جبهه‌ها، خلق‌ها در ایران و در خارج از کشور. مسئله‌ای که در اول سخنانم میخوام بهش اشاره کنم و گوشزد کنم، خبریه که به تازگی در رابطه با نیروهای مجاهدین خلق و جبهه ملی و هماهنگیشون برای ایجاد یک جبهه متحد بر سر زبونها افتاده و روش داره کار میشه. بحثی رو که ما مطرح کردیم یک بحث اساسی و اصولی و بنیادینه. ما میخوایم که نیروهای دموکرات و آزادیخواه یک بار برای همیشه در ایران قدرت رو به دست بگیرن و این قدرت حافظ منافع تک تک مردم ایران باشه، حافظ منافع تک تک گروه های ایرانی باشه، از انحصار طلبی، کیش شخصیت و زیاده خواهی جلوگیری بشه. هر گروهی، هر سازمانی، هر نیرویی اگر از اساس و اصول بر اساس دموکراتیک و اصول شناخته شده دنیا حرکت نکنه، راهی به جز شکست و یا راهی به جز دیکتاتوری نداره. اینو ما به اینه تجربه کردیم. ما به اینه با خون و آتش باهاش مواجه شدیم. یک قسمتی از مبارزه ما بر علیه استبداد بوده، هست. خونهای شریفی از بین رفته، بدنهای عزیزی به زمین افتاده و الان وقتشه که ما از تمام این تجربیات به نحو احسن استفاده کنیم و نذاریم دوباره تاریخ تکرار بشه. چون تاریخ ایران در سراسر این سالها پر از جانها و دلهای شیفته آزادی بوده که هنوز روحشون، افکارشون چشم به راه ایران عزیز ماست و این وظیفه ماست. من نسبت به نیروهای مجاهدین خلق احترام دارم همونطور که نسبت به تمام نیروهای مبارز دیگه از چپ و راست احترام قائل هستم. ولی هر گونه اتحادی، هر گونه جبهه مشترک یا متحدی در این رابطه باید بر اساس اصول دموکراتیک باشه. اگر نه این جبهه یا راه به جایی نخواهد برد یا محکوم به دیکتاتوری خواهد شد. مسئله اصلی اتحاد بر سر اصوله. اتحاد خشک و خالی، اتحاد نفری هیچ ارزشی نداره و هیچ مسئله مثبتی رو ایجاد نمیکنه. وقتی ما میگیم اتحاد باید با اصول شروع بشه. خب اصول رو همونطور که بارها گفتیم ما بر اساس اصول هفتگانه مادر، اصول شناخته شده دنیا مطرحش کردیم. اما همونطور که در بحث‌های گذشته نشون دادیم با سخنان آقای گنجی که امیدوارم بتونیم ادامهش بدیم و مانیفست ایشون رو تموم بکنیم، مسئله حرف زدن تنها، مسئله مطرح کردن اصول دموکراتیک مسئله اساسی و مشکل ما نیست. حرفای خوب رو همه میزنن، آقای خمینی هم میزن. اصل
در ارتباط با سازمانیه که این اصول رو میخواد مطرح کنه، سازمانی که این اصول رو میخواد پیش ببره و اینکه چقدر اینها به این اصول پایبند هستن، چقدر الان دارن بازی میکنن، چقدر الان صادق هستن و چقدر الان دارن راست میگن. اینو هیچ کس نمیتونه بفهمه، هیچ کس نمیتونه روش انگشت بذاره، هیچ کس نمیتونه تاییدش بکنه الا در عمل. در اتحاد نیروهای آزادیخواه و مبارز باید اصول دموکراتیک مطرح بشه، باید عقل و شعور جمعی راهگشا باشه، باید از تک تک نیروها استفاده بشه و باید قهر کردن ها از بین بره. نیروهای مجاهدین خلق، جبهه مقاومت ملیشون تا حالا نشون داده یکی دو بار تشکیل شده و جدا شدن، اصلا انشعاب پیدا کردن، بحث درشون پیدا شده. من نمیخوام وارد جزئیات مطلب بشم که کی چرا و چگونه، اصلا به اینا کاری ندارم. ما فرض بر این میذاریم نیروهای دموکراتیک و آزادیخواه میخوان شروع کنن و از شروعی که اینها میخوان مسئله رو مطرح کنن باید اصول دموکراتیک مطرح باشه و اونم به این صورته. حالا من در بحث با دانشجویان عزیزمون من اینو بیشتر بازش میکنم. شورایی که از این نیروها از رهبرانشون تشکیل میشه باید شورایی باشه متشکل از تمام نیروهای آزادیخواه با سهم مساوی. همونطور که گفتم بارها و بارها، یک سازمان دموکراتیک در بطنش دو مرکز قدرت رو میپرورونه، دو مرکز تصمیم گیری داره. یکیش با قدرت اجرایی برخورد فعال، همون انجمن رهبری جمعی چرخشی مورد پیشنهادی ماست، و یکی هم انجمن داوران که اون رو مراقبت و حفاظت میکنه، بررسیش میکنه. انجمن رهبری چرخشی به چه صورته؟ به این فرمه که نیروهایی که در این انجمن شرکت میکنن، فرض بفرمایید 7 تا گروه، فرض بفرمایید من دارم اصول رو مطرح میکنم، 7 تا گروه برای این اتحاد جمع میشه. هر کدوم از این گروه ها 3 نفر رو در میون خودشون، مجاهدین 3 نفر، آقای مسعود رجوی مثلا جزشون باید باشه، رهبر ولی فقیه شاهنشاه اون کنار نداریم، شخصی که بالاترین قدرت تایید و تصویب رو از سمت اون گروه داره، اون باید بیاد در انجمن رهبری شرکت کنه. فرستاده نمیتونه بفرسته، مأمور نمیتونه بفرسته. ما میخوایم با بطن این گروه ها، با بطن این نیروها، با اون چی در ذهنشون میگذره در انجمن رهبری جمعی چرخشی آشنا بشیم. فقط به این صورت مردم به شما اطمینان میکنن، وگرنه داستان انقلاب 57 دوباره تکرار میشه. دوباره ما باید بچرخیم ببینیم کی بود کجا بود و چه کرد چه شد، چرا به این فرم در اومد. در انجمن رهبری جمعی چرخشی هر گروهی از گروه های مطرح، نه این گروه های 3 نفره و 4 نفره و 6 نفره، گروه های مطرح، گروه هایی که نیرو دارن، گروه هایی که طرفدار دارن، اونو خودتون بشینید بررسیش کنید که در چه سطحی میخواید بذارید. اینجا در آمریکا فرض بفرمایید در انتخاباتی که انجام میدن، اگر یک گروه و حزبی 5% آرا رو در مرحله اول بیاره شرکت میکنه، اگر نیاره در مرحله دوم شرکت نمیکنه. شما هم برای خودتون این چیزها رو بذارید، به اسم اینکه شما جبهه ملی هستید، به اسم اینکه شما مجاهد هستید، به اسم اینکه شما مشروطه خواه هستید، به اسم اینکه شما نهضت آزادی هستید، به اسم اینکه شما سابقه دارید، بیایید جلو. 3 نفر یا 1 نفر هرچی، اون بحثی جداست، بحثای تکنیکی مطرحشون میکنید، وارد این انجمن چرخشی رهبری میشه.
در این انجمن رهبری ما دوباره طرح دادیم. ما نفراتی به نام دبیر اول انجمن داریم، دبیر دوم انجمن داریم، رابط انجمن داریم، سخنگوی انجمن داریم، خزانه‌دار انجمن داریم، ناظر انجمن داریم. این افراد بر اساس یک قرعه کشی ساده، یعنی وقتی این گروه ها نمایندگان خودشونو معرفی کردن، در یک نشست میشینن قرعه میکشن که ببینن کی بشه دبیر اول، کی بشه دبیر دوم، کی بشه خزانه دار، کی بشه رابط، کی بشه ناظر، کی بشه سخنگو. وقتی انتخابات انجام شد، فرض بفرمایید جبهه ملی شد دبیر اول، مجاهدین شدن رابط، نهضت آزادی شد سخنگو، مشروطه خواه شدن ناظر. اینها شروع به کارهاشون میکنن، جلساتشون رو تشکیل میدن، نهضت رو رهبری میکنن، چون یک جمعیه، به هر حرکتی و هر تصمیمی باید بر اساس اکثریت آرای اون جمع انجام بگیره. نهضت شکل میگیره، فرم میگیره، از افکار همه استفاده میشه و میره جلو. 2 ماه بعد ما اینو برای یک پریود، برای یک دوره 1 ساله گذاشتیم. 2 ماه بعد دوباره یک قرعه کشی جدید انجام میشه. دست میندازن تو صندوق قرعه، قرعه ها رو میکشن. حالا دوباره ما دبیر اول رو انتخاب میکنیم، دوباره سخنگو رو انتخاب میکنیم از توی همین گروه ها. ما نمیخوایم اجازه بدیم یک گروه بیاد اون بالا قرار بگیره و تصمیم گیری کنه، باندبازی کنه، برای اینکه امکان پذیره و خواهد شد. تنها سوپاپ اطمینان، تنها راه جلوگیری از استبداد فردی در آینده این انجمن همین هستش و هیچ. به هر فرم دیگه، به هر صورت دیگه یک بلا و یک کلاه دیگه سر ملت ایران خواهد رفت. ما اینو بحث میکنیم. ما میخوایم این از اون طبقات پایین اجتماع شروع بشه. ما میخوایم یک هرمی درست کنیم که قاعدش روی زمین باشه و رأسش بالا، نه اینکه هرم ما رأسش روی زمین باشه و قاعدش بالا، با کوچکترین پفی بریزه، با کوچکترین فشاری خورد بشه زیر وزن خودش. در مرحله دوم تمام افراد انجمن رهبری چرخشی جاشونو با هم عوض میکنن. اونم بر اساس قرعه کشی. بازم ما خواستیم سوپاپ اطمینان درست کنیم که اگر فرض بفرمایید بخواد بچرخه این انجمن رهبری بر خلاف ساعت یا بر موافق ساعت روی اون میزی که نشستن، فرض بفرمایید این آقا دبیر اوله، اون آقا دبیر دومه، اون آقا سخنگوه، این آقا رابطه، این آقا ناظره، اگر قرار باشه چرخشش از راست به چپ باشه، 4 نفر میتونن دوباره با هم تبانی کنن، چون نفر دوم میدونی که دبیر اول بعدی اون خواهد شد، دوباره با هم تبانی کنن، یک کلکی پیاده کنن. ما گفتیم که دوباره باید قرعه کشی بشه که کسی ندونه مرحله بعدی چی میشه، به کجا میره و چه باندبازی در همون گروه کوچک رهبری جمعی ایجاد بکنه. با این طریق تمام گروه ها فرصت خواهند داشت در رهبری شرکت کنند. خیلی ساده. تمام گروه ها فرصت خواهند داشت به امور مالی سازمان نظارت کنند. تمام گروه ها فرصت خواهند داشت سخنگو باشند. البته تمام اینها در فرم رهبری جمعیه، یعنی دل بخواه نیست که هر کسی فردا بیاد سخنگو شد برای خودش ساز خودشو بزنه، برای خودش نفر جمع کنه. نه، ما میخوایم رهبری جمعی رو، دموکراسی رو، آزادی رو ببریم به توده مردم. نقش شما اینه. وگرنه کسی رهبر گردن کلفت میخواد چیکار؟ رهبر
از پیش تعیین شده میخواد چیکار؟ چه دردی داره، چه مرضی داره که اون کسی که پس کردنی رو میزنه بره یکی دیگه بیاد که 2 تا بزنه یا شکلشو عوض کنه یا فرمشو عوض کنه. خسته شدن مردم، خسته شدن. اونجا هستن نیروهای قوی پرقدرت، انرژی‌های سرشار اونجا وایساده. شما مشغول تماشا هستید، منتظر حادثه و اتفاق هستید، منتظر فوتبال هستید، منتظر چهارشنبه سوری هستید. به جای سازماندهی، به جای رهبری، به جای جلب اطمینان مردم، در فکر و امیال خودتون هستید. تا از توی ایران خبری میشه، شلوغی میشه، سر صدای همه بلنده. خنده داره. در جریان‌های پارسال سال گذشته با 3 گروه نشسته بودم صحبت میکردم با افراد مختلفشون. همه میگفتن ما تظاهرات ایرانو ما درست کردیم، ما شکلش دادیم. ولی خیلی جالب بود که تظاهرات خودش خاموش میشد. همه سر صدا میکردن، همه گفتن ما بودیم، ولی تظاهرات خودش خود به خود خاموش میشد تا مرحله بعدی که خود به خود روشن بشه. چرا؟ مردم اطمینان ندارن، مردم خسته هستن. مردم این بار میخوان اگر انرژی مصرف میکنن، اگر جونی از دست میدن، بدونن برای چی میخوان از دستش بدن، و اونم برای آزادی. آزادی اولین و آخرین کلامه. شما برای اینکه تو هر گروهی باشید باید اول آزاد باشید، باید اول آزاده باشید تا بتونید انتخاب کنید. اگه تو سرتون بزنن که دیگه آزاد نیستید که. این سخنم با پاسدارها و بسیجیها و معتقدین به اسلام هستش. شما اگر آزاد نباشید که نمیتونید مسلمون باشید که. وقتی میگید اشهد ان لا اله الا الله، وقتی اشهد میگید دارید از آزادیتون استفاده میکنید، انتخاب میکنید. پس اول هر کسی آزاده است، بعد دین مختلف داره، بعد تو گروه های مختلف هستش. اینو ما هنوز نگرفتیم، اینو ما هنوز متوجه نشدیم، هنوز روش کار نشده، هنوز روش سرمایه گذاری نشده. جبهه تشکیل میدن 24 ساله، جمع میشن متفرق میشن، جمع میشن متفرق میشن. حالا روی صحبت من با مجاهدین و جبهه ملیه. جمع میشید، مبارکه، قدمتون روی چشم. ولی انجمن رهبری جمعی چرخشی میخوایم ما. باندبازی نمیخوایم، گروه بازی نمیخوایم. ما آدمهای صادقی رو میخوایم که برای آزادی مبارزه کنن، نه فرقه گرایی، نه پیشبرد اهداف و نظریات خودشون. وگرنه چه دلیلی به تغییر هستش؟ اون کسی که تو سری میخوره براش چه فرقی میکنه کی تو سریش میزنه؟ اون کسی که نفرین شده است، اون کسی که زیر زجر و ستمه، اون کسی که جوانشو اعدام میکنن به جرم خوب اندیشی، چه در گذشته و چه در حال، چه فرقی براش میکنه جلاد کیه؟ مردم آزادی میخوان. ما در انقلاب 57 آزادی میخواستیم، فقط خام بودیم، تجربه نداشتیم. جامعه هم باید استبداد مذهبی رو از سر میگذرون. جامعه باید میفهمید که مذهب تعلق به مسجد داره، نه به حکومت. حالا جامعه اینو قشنگ فهمیده. این نالایق‌ها، هیچی بهتر از این نالایق‌ها نمیتونه ثابت کنه اینو. 200 سال طول میکشید هر نیروی دیگه بیاد ثابت کنه که مذهب فقط به درد مسجد و کلیسا و کنیسا میخوره. ولی این نالایق‌ها در عرض 24 سال به همه نشون دادن که جاشون کجاست. جای معمم، جای ملا، جای کشیش در مساجد و معابد و محل‌های مذهبی هستش. کارشون اینه، تخصصشون اینه. اینها رو چه کار به حکومتداری و رسیدگی به امور؟ مگر از خمینی نپرسیدن اقتصاد چیه؟ گفت اقتصاد مال خره. خبر نداشت، حق داشت. یک عمر رو در امور مسائل مذهبی گذرونده بود، از اقتصاد خبر نداشت.
اقتصادش اقتصاد کشمش و نخود و سیم نقره و سیم طلا و شتر و غیر و ذالک بود، تقصیری نداشت. ولی فکر کرد میتونه مملکت رو رهبری کنه. چون رژیم شاه نقص داره، استبداد داره، این میتونه بیاد بشه اون بالا ولی فقیه، قدس هم بگیره، کره زمین هم تسخیر کنه، بعدم برن سراغ کره ماه. ولی در عرض 23 سال هیچکی بهتر از اینا خودشونو نابود نکرد. این 23 سال رو هم موندن به خاطر احساسات پاک مذهبی مردم، احساسات پاک بسیجی‌ها و پاسدارا. 8 سال جنگ، احساسات پاک ملت ایران که برای وطنشون جنگیدن. اینا گفتن به اسم اسلام بوده، برای ما بوده، ولی ما این استبداد مذهبی رو هم از سر گذروندیم. من برای مجاهدین احترام قائل هستم، ولی شخص من، تک تک آحاد ملت ایران برای خودشون نظر دارن. ما حکومتی رو میخوایم که هر نظری توش محترم باشه. اگر خانومی میخواد چادر سرش کنه، سرش کنه. اگر میخواد سرش نکنه، غلط میکنه کسی بهش حمله کنه. اگر شما هر ایده و آرزویی داری و این ایده و آرزوت ضرر به کسی نمیرسونه، حق داری بیای مطرحش کنی، حق داری روزنامه و تلویزیون و رادیوی خودتو داشته باشی. بنابراین از دوستان مبارزمون، از مجاهدین، از جبهه ملی خواهش میکنیم یک بار این مسئله رو درست بنشینن و حلش کنن. انجمن رهبری جمعی چرخشیشون رو درست کنن. تو این انجمن رهبری چرخشی خودشون تحمل رو بیاموزن، تحمل اینکه در اقلیت باشن و از اکثریت پیروی کنن، تحمل اینکه اکثریت باشن زور به اقلیت نگن. این میتونه خیلی سریع ما رو به یک جایی برسونه. اگر نه، مردم ایران، دانشجویان از پایه دارن شروع میکنن، به زودی رهبرانشون رو پیدا میکنن، به زودی فرم مبارزاتشون رو شکل میدن. شما باید باشید تماشا کنید، با ما باشید. وقت آگهی هاست. ببخشید که ذره من رسمی صحبت کردم. درود بر نیروهای مبارز، درود بر آزادی خواهان مجاهد، درود بر آزادی خواهان جبهه ملی و سرود آزادی مجاهدین خلق. البته 7 دقیقه بود، من روی اینترنت اینو پیدا کردم، 2 دقیقه شو بیشتر نمیذارم برای اینکه انصاف و اعتدال رعایت بشه. 2 تا سرود قبلی هم 2 دقیقه بود و اینو به روان پاک شهدای آزادی مجاهدین خلق تقدیم میکنم. مجاهدینی که باید در سازندگی کشور آینده ایران نقش داشته باشند.
تقدیم به شهدای پاک آزادیخواهان مجاهد، مجاهدین عزیزی که جونشون از دست دادن برای آزادی، نه برای فرقه گرایی. آزادان جبهه ملی، حزب ملت ایران، زندانیان عزیزمون در زندانها از جبهه دموکراتیک ملی، جبهه دموکراتیک مردم، کردهای عزیزمون، بلوچهای جنگاورمون و تمامی نیروهای مبارز. امیدوارم که این پیشنهاد راه حلی قطعی و نهایی باشه برای اتحاد. با ما باشید، میریم آگهی ها رو ببینیم، بعد در خدمتتون خواهم. بازار از طریق اینترنت موجود است. www.supermax.com. گروه گولد لاین تقدیم می‌کند. کارت تلفن میخرم فقط به خاطر تو، به هر کجا زنگ میزنم فقط به خاطر تو، از هر گلی تو عالمم سراختو میگیرم، یه روزی پیدات میکنم فقط به خاطر خدا. این روزها از هر کجا به هر کجا زنگ میزنید کارت تلفنی لازم دارید که نه تنها با صرفه باشد بلکه بی کلک هم باشد، مثل کارت تلفن صمد آقا. تنها کارت تلفنی که حتی بعد از مصرف هم ارزش دارد کارت تلفن صمد است. صمد آقا است. میگویید نه از فروشگاه های معتبر بپرسید و یا از samadphonecard.com. صمد آقا فون کارت. پخش از کلتکس تلکام. 1-800-522-58-39 1-800-522-58-39. با درود مجدد به عزیزان شنونده، یاران عزیز، برادران، رفقا و هموطنان. قبل از اینکه برم وارد قسمت دیگه از برنامه بشم، یه سری مسائل هستش که میخواستم خیلی سریع تذکر بدم. یکی مسئله رفراندومه و چیزی که به نام رفراندوم به تازگی بر سر زبون اصلاح طلبا افتاده و مسئله رفراندوم رو میخوان مطرحش کنن. رفراندوم خیلی خوبه، ولی این نالایق ها، این مملکت مفت به چنگ آورده ها، اینها زیر بار رفراندومی که تیشه به ریشه اینا بزنه نمیرن. احمق هستن ولی نه اینقدر احمق. بنابراین کاری که باید کرد، جوانها، دانشجویان، نیروهای روشنفکر، اصلاح طلبان راه پیدا کرده جدید ما که فهمیدن جمهوری اسلامی باید بره، روی رفراندومی تأکید بشه که این رفراندوم خیلی صریح و ساده و روشن و شفاف باشه. این شفاف و من بدم میاد ازش، چون این آخونده ازش استفاده کردن، ولی خب باید بگم رفراندوم باید تحت نظر سازمان ملل باشه و رفراندوم هم آری یا نه برای جمهوری آزاد ملی. به همین سادگی. رفراندوم به فرم دیگه، به صورت دیگه، جز مشوش کردن افکار و اذهان عمومی هیچ چیز دیگه ای رو نداره و دوباره به عمر اینا اضافه خواهد کرد. اینها باید برن، اینها نالایق هستند، باید برن، باید در
حضور ملت ایران با هیئت منصفه محاکمه بشن و به جزاشون برسن. در مورد اینکه در آینده اینها اعدام بشن یا نشن، من فکر میکنم که این از حد و نظر ماها خارج. خانواده شهدا، خانواده عزیز از دست داده ها باید بشینن تصمیم میگیرن. من خودم با اعدام مخالف هستم. اوایل موافق بودم، حتی خیلی ساده میگفتم یه گوله تو کلشون بزنید، اصلا وقتم تلف اینا نکنید. ولی در مدتی که در زیر دموکراسی زندگی کردم، کم کم دیدم که ما وقتی یک کسی آدم میکشه، آدم کشتن بده، قتل بده، و من چجور بیام همون حرکت بد و با اعدام اون شخص یه حرکت بد دیگه توجیهش کنم. الان نشون داده شده که خیلی از اینها بیمار هستن، مریض هستن و میتونن تحت درمان قرار بگیرن. این جامعه جدید دنیاست. همین الان توی آمریکا فرض بفرمایید 50-60% استیت ها مخالف اعدام هستن، یه سری از استیت ها موافق اعدام هستن، ولی مردم اون استیت ها، مردم اون ایالات تصمیم گرفتن که آیا اعدام بکنن در محدوده استانشون یا نه. این حق اونهاست و تمرین دموکراسی اونهاست. امیدوارم ما هم یه روزی در مملکتمون اینو بذاریم به رفراندوم که آیا اینها به جزای اعدام محکوم بشن، زود راحت بشن، یا اینکه نه برن پل بسازن، مدرسه بسازن، خونه بسازن. این گردنهای کلفت و اون شکمهای فربه رو ما ازشونی استفاده منطقی بکنیم. این نظر شخصی من هستش. در آینده مردم تصمیم خواهند گرفت. تذکری دارم به ائمه جمعه، مسئولین و نمایندگان مجلس، اونهایی که دستشون تو کاره. هنوز وقت هست شما پشیمون بشید، توبه کنید، به ملت بپیوندید، به آزادی بپیوندید و سلامت خودتون، اموالتون، فرزندانتون رو تأمین کنید. اگر نه، اگر آتش برسه دیره، اگر آزادی برسه دیره برای شما و تنبیه خواهید شد. تذکری دیگه هم به بازاری هاست. شما الان وظیفه مهمی به عهدتون هست و اونم حمایت مالی از نهضت‌های مقاومت در داخل ایران، نیروهای مقاومت در داخل ایران. ما اینو مطرحش خواهیم کرد که این نیروها چجوری باید سازماندهی بشه، حمایتش هم توسط خود مردم باید انجام بشه. یک قرون، یک سنت، یک دلار آمریکایی، یک پوند انگلیسی، یک لیر فرانسوی به ایران برسه هزاران برابرش از ما میخواد. ما خودمون باید رو پای خودمون وایسیم، خودمون کارامونو بکنیم. اول از همه برای جنگ ما سرباز میخوایم، تفنگ نمیخوایم. شما یک انبار پر از تفنگ کن، یه نفر نباشه که این تفنگ رو به دوش بگیره، به درد نمیخوره. ما برای رسیدن به دموکراسی به آزادی خواه احتیاج داریم. وقتی آزادی خواه سازماندهی شدن، وظیفه اونهایی که در جامعه دستشون به دهنشون میرسه ازشون حمایت کنن، نه اینکه از اونها حمایت کنن، از خودشون حمایت کنن. شما بازاری های داخل ایران نمیدونید در یک جامعه آزاد و مرفه چه سودی شما خواهید برد. الان فکر میکنید که دارید سود میبرید و استفاده میکنید. استفاده رو دارن آقازاده ها میکنن، بیلیون بیلیون. شما حمالیشو دارید میکنید، شما انبارداریشو دارید میکنید. در یک محیط آزاد، در یک جامعه دموکراتیک، کسبه بزرگ، کسبه کوچک بهترین سود و منفعت رو میبرن. بنابراین اگر از آزادی دفاع کنید، از آینده خودتون و بچه هاتون دفاع کردید، از سرمایه‌تون دفاع کردید. کدوماتون امنیت دارید توی اون مملکت؟
کدوماتون میدونید فردا یه جنگ دیگه از یه گوشه دیگه شروع نشه، خانمانتون رو به آب و باد ندن؟ در یه محیط دموکراسی خواهیم داشت. در دموکراسی آینده ایران مرکز خاورمیانه خواهد بود و پول و ثروتی که به ایران سرازیر خواهد شد از طریق تجارت سالم و خوب، نه از طریق دزدی و حقه بازی و رشوه و پدرسوختگی. بنابراین آماده باشید سرمایه گذاری کنید برای آینده خودتون. از طریق حمایت از دموکراسی و آزادی سرمایه گذاری کنید. مسئله بعدی که باید بهش برسم، حمایت از آزادی خواهان در حال حاضره. جناب دکتر رئیس دانا یکی از مغزهای متفکر اقتصادی دنیاست. دست کم نگیریدش این مردم. ولی یک جانور تهدیدش کرده که در مجلس ختم سالگرد فروهرها 2 تا گوله میخوابونم تو مغزت. کی؟ همون سعید عسکری که حجاریان رو زده بود. عادت کرده. این نالایق‌ها هم که خودشون پول و خرجشو میدن. بنابراین از این افراد با ارزش، از این رهبرهای آینده مملکت حمایت کنید. تبرزدی کجاست؟ خبری ازش نیست. چه کردن؟ چه به سرش آوردن؟ آزادیشو بخواید از اینها، تو دهن اینها بزنید. در یک باغ گل 10 تا این گل، 10 تا زیبا و به حد اعلا تکمیل و کامل گل شما بیشتر پیدا نمی کنید. و این آدم ها گل های ما هستن، به دست یک مش نالایق پرپر میشن، انرژیشون مصرف میشه. کسی مثل رئیس دانا که باید بشینه سیستم اقتصادی مملکت کشور رو با دوستانش، با همرعیانش، با آزادی خواهان دیگه پایریزی کنه، باید سر کله بزنه با یک ابله. تبرزدی که میتونه سازماندهی کنه، میتونه آزادی رو مطرح کنه، گنجی که میتونه مانیفست جمهوری بنویسه، از آزادی دفاع میکنن. اینا باید از جونشون بترسن. دفاع کنید از اینها، مراقبشون باشید. به زودی 16 آذر هم میرسه. 16 آذر هم یکی از روزهای تاریخی ایران محسوب میشه. دوباره در اون روز یک سری آزادی خواه به خون کشیده شدن. داستان به خون کشیده شدن آزادی خواهان تمامی نداره، ولی همونطور که گفتم این یک شعله است، یک آتش در قلب اونهاست. وقتی میگیره باید بسوزه، تا آخر باید بسوزه. بیشترین لذتش هم خود همونها میبرن. منت کسی به گردن کسی نداره به خاطری که آزادی خواهه، به خاطری که میره تظاهرات، به خاطری که میره کتک میخوره، به خاطری که زندان میره. کسی حق نداره منت به گردن کسی بذاره، برای اینکه اولین کسی که از این حرکات لذت میبره همون شخص، بهش در روحش اینجور تفهیم بهش میشه، اینجور قبول میکنه که من سرمو پایین نمیارم، من یک انسان آزاد و روشن هستم، تو سریخور نیستم. و خوشبختانه از سوختن این انسانهای آزاد ما مردم عادی هم استفاده میکنیم. ما هم گرم میشیم از سوختن اینا. تو این سرمای سخت استبداد مذهبی ما هم گرم میشیم. ما هم امیدوار میشیم که دنیا تموم نشده. ما هم امیدوار میشیم که آزادی و بشریت هنوز وجود داره. یه کسانی هستن که به فکر شکم خودشون نیستن، به فکر خودشون نیستن، به فکر آزادی هستن. درود بر اونا، درود فراوان بر اونها، بر روحشون، بر خانوادهشون، بر اون شیرزنانی که اینها رو پرورش دادن،
بر اون شیرمردانی که اینها رو بزرگ کردن. پدرها و مادرهای ما هستند. فقط پدرها و مادرهای این آزادی خواهان نیستند، پدرها و مادرهای ما هستند. دستشون رو ببوسید. هر کجا که مادر محمدی رو دیدید دستش رو ببوسید. احترامی که به مادر خودتون نذاشتید به اون بذارید. البته مادرای خودتون که جای خود دارد، اون اگر بی احترامی کسی به مادرش بکنه اون اصلا باهاش نباید حرف زد به هیچ عنوان. و مادرها عزیزهای ما هستند. پدرها به گردن ما حق دارند. اما اینها پدر و مادرهای ملت هستند که یک همچین شیرمردان و شیرزنانی رو تربیت کردن و خم به ابرو نیاورد. خب مسئله دیگه که میخوام بهش اشاره کنم، این یک بررسی نظر شخصی منه راجع به آینده ایران. ببینید تو این مدتی که ما تو آمریکا بودیم یه چیزی رو یاد گرفتیم و اونم همین سازماندهیه. یعنی نیروهای آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی، فرانسوی، اینا سازماندهی توشون هست. هر کاری بخوام بکنن از 1 سال قبل شروع به برنامه ریزی میکنن. ماها خام بودیم که فکر میکردیم یه دفعه اتفاق افتاد. نه، اینا برنامه ریزی میکنن. اینا کاراشون رو از قبل میکنن. تو هر چیزی این کارو میکنن ها. یک خونه شما میخواید درست کنید 100 بار باید این ساختمانش و اون اسناد ساختمان، لوله از کجا رد میشه، از کجا میاد، برقش چجوریه چجوری نیست، سیمش، همه اینا باید بازرسی بشه و برنامه‌ریزی بشه. چه برسه به چیزهای مهمشون. واقعی سپتامبر 11 سپتامبر خونبار در آمریکا چشم آمریکایی‌ها رو واز کرد. این گفتم یک بررسی شخصی من پیش بینی نمی‌کنم. من درست مثل یک شطرنج باز حرکت‌های مختلف رو میخوام بررسی کنم. یک ضربه بزرگی به آمریکا خورد. اقتصادش یک صدمه بسیار شدیدی خورد. حتی اثرات اون ضربه شدید اقتصادی الان به اروپا رسیده. مدتی یعنی. و چشم اینا رو باز کرد. بعد از حملات به سفارتخونه‌های اینا در کشورهای مختلف، حمله به کشتی‌های جنگیشون در یمن و حمله ناموفق تروریست‌ها به اون 2 ساختمون که زیرش بمب گذاشتن، ولی ساختمون چون زیربناش خیلی قوی بود بمب رد کرد و تونست فشار و طاقت بیاره. مرحله بعد اینها پیشروی کردند و این حادثه 2 هواپیما رو ایجاد کردن. خب فکر میکنید حرکت بعدی تروریست ها چیه؟ باید یک کاری کنن بزرگتر دیگه. تروریستن، بچه کشن، میخوان ادب کنن غیر مسلمون ها رو، اسلام ناب خشن خودشون رو پیاده کنن. چه میکنن؟ حرکت بعدی مطمئن باشید انفجار یه بمب شیمیایی، نمیدونم بمب اتمی، یه مسموم کردن کل آب یه منطقه، یه همچین چیزی باید باشه. آمریکایی‌ها اینو فهمیدن و شروع کردن به حرکت. حرکتشون من فکر میکنم بر این اساسه که هر چند آبکی دموکراسی رو در منطقه پیاده کنن. در مورد افغانستان با حمله نظامی این کارو کردن و الان یک دولت دموکرات، هرچند ما هنوز نمیدونیم حقیقتا، ولی به ظاهر یک حکومت دموکرات در افغانستان هستش و پیامد این آزادی و دموکراسی در منطقه مسلماً دامن اسرائیل و فلسطین رو هم خواهند گرفت. یعنی اینها هم باید صلح بکنن. اینها هم باید، اسرائیلی ها باید به صلح تسلیم بشن، فلسطینی ها کشور خودشونو داشته باشن
و برن به مسائل خودشون برسن. برای اینکه اگر یک دموکراسی حتی آبکی هم در این کشورها باشه، نیروهای تروریست ایجاد نمیشه که بیان برن ضربه به آمریکا یا اروپا بزنن. و خیلی جالبه، ماها چون تجربه سیاسی آنچنانی رو نداریم متوجه نمیشیم، ولی اولین کشوری که مخالفت کرد با تونی بلر و سفرش به کشورهای منطقه قبل از حمله به افغانستان دولت شارون بود در اسرائیل، چون شارون میدونست این حرکت منجر به صلح در خاورمیانه خواهد شد و در این فرصت با قولی که به آمریکایی‌ها دادن که به عرفات دست نزنن، ولی حتی خونه‌ش رو خراب کردن. یعنی تمام شرایطی رو که اینها میتونستن تروریست هاشون رو متحرک کنن ازشون گرفتن. فکر میکنن این راه درست بوده و این کارو کردن. حالا چقدر بچه این وسط از بین رفت از هر دو طرف بماند، چقدر هر دو ملت ضرر کردن بماند. ولی مسئله مهمی که در رابطه با کشور ما مطرح میشه اینه که روی نقشه رو که نگاه میکنید، ترکیه فرودگاهاشو در اختیار آمریکا گذاشته. کشورهای شمال ایران و همین چنین. ارمنستان و حدود 1 سال پیش تحریم اسلحه‌ای که آمریکا روش داشت برداشتن، یعنی ارمنستان هم الان مسلحه. پاکستان همراهی میکنه با آمریکا. عراق رو رفتن سراغش. افغانستان رو امن کردن. میمونه کشور ایران. گفتم این نظر شخصی منه. تمام این مسائلی که اینها مطرح میکنن در رابطه با جامعه اروپا، من فکر میکنم یک سیاست خیلی زیرکانه‌ایه که اینها میخوان عراق رو فعلا ایزوله کنن تا حساب عراق رو برسن، حساب صدام حسین رو برسن و بعد بیان سراغ ما. من شخصا دوست ندارم پای هیچ سرباز آمریکایی به کشور ما برسه. من شخصا دوست ندارم هیچ قدرت خارجی کمک بکنه برای برقراری آزادی در ایران. ما میتونیم، همه کردن، ما هم میتونیم. اینا دیگه دم مرگ است. هر کمکی از جانب اینها ما رو 100 قدم عقب میندازه از دموکراسی. ما با دموکراسی موافق هستیم. ما در آینده با کشورهایی که منافع ما رو تأمین کنن روابط سالم و آزاد برقرار خواهیم کرد. قراردادهایی که الان در ایران بسته میشه به ضرر کشور ایرانه ملغا خواهد شد، چه بخوان چه نخوان. باید سر یک میز برابر با ما بشینن و صحبت کنن. دعوا هم نمی کنیم که کی قبلا چی گفت، کی قبلا چی کار کرد، کی چجوری کرد، کی چجوری نکرد. نه، اصل رو میذاریم سود ما کجا بیشتره، کی نفت ما رو بهتر میخره، کی چجوری با ما سرمایه گذاری منصفانه برگزار میکنه. آمریکاست، اروپاست، چین، شوروی. ما یک سیاست آزاد و برابر میخوایم. و توی این 1 سال گذشته چیز خیلی جالبی که مطرح بود اون 3 جزیره ایرانه که در کنفرانس سران عرب چند وقت پیش همه رأی دادن. حتی این سوریه نکبت، این لاشخور منطقه، حتی این هم رأی داد که 3 جزیره مال عرب هاست. اصلا ربطی نداشت توی اون جلسه سران عرب مطرح کردن 3 جزیره، ولی مطرحش کردن. این سیاست خارجیه. جای پاشو شما 1 سال قبل میبینید. احتمالاً بر سر این 3 جزیره توافق‌های صورت گرفته. نمیگم آمریکا مستقیم حمله میکنه به ایران. این 3 جزیره رو کشورهای عربی بهش حمله میکنن، یا میگیرنش مال خود میکنن، ما رو میبرن زیر یک تحریم وسیع و بزرگ. دیگه 4 سمت رو گرفتن، هیچ راه فرار ندارن.
باز ملت ایران باید تقاصش رو پس بده که چند تا آخوند نالایق نشستن بالا سرشون، یا اینکه از بلوچستان چه میدونم از سمت دیگه نیروهایی رو کمک میکنن تا وارد خاک ایران بشن، کلک این حکومت رو بکنن. اما چیزی که مهم هستش، چیزی که برای من خیلی اهمیت داره اینه که آزادی که توسط نیروهای خارجی به ما داده بشه مفت نمیارزه. یک توسری دیگه به ملت ایرانه که به ما ثابت کنه ما نمیتونیم آزادی خودمون به دست بیاریم، ما لیاقتشو نداریم. بنابراین باید پرهیز کرد. پرهیزش به صورت سازماندهی درست و منسجمه. میریم برای آگهی‌های این لحظه، با ما باشید، اینو بحث خواهیم کرد. درود بر همگی. درود بر همگی. دوباره دکتر کاوه کریمی هستم، دندانپزشک از جنوب کالیفرنیا، در حضورتون هستم. راستی قبل از اینکه برسیم سر مطالب، ایمیل و آدرس پستی من روی صفحه میاد. اینو در آینده ما روش باید کار بکنیم و فقط در خدمت سازماندهی خواهد بود. من اینجا کوچکتر از همه هستم، از من انسان‌های بزرگتر، با شعورتر، با شرفتر فراوون هستن. من دست همشون رو میبوسم، من سرم و جلوشون پایین میارم و حرفی مطلبی رو که الان ما میگیم فقط در جهت سازماندهی این نیروهاست. این سازماندهی بر اساس نیروی سوم، نیروی مردم، نگهبان آزادی هستش، متعلق به مردمه. هر گروهی، هر سازمانی 2 نفر، 1000 نفر اصول این سازمان رو که اصول خودشون خواهد بود، یعنی چیزی اضافه ندارن. شما مگین که یک سازمانی باشید که بیاید بگید ما نازی هستیم، میخوایم یهودی بکشیم، اسلاف ها برده هستند و ما آقای دنیا هستیم که این اصول رو قبول نکنید. یا نیروی مذهبی خشن و نادانی مثل این آخوندهای جمهوری اسلامی باشید که حق حیات رو برای هیچ کس غیر از خودشون، خودیهاشون قائل نیستن. مسلمان کشی هم میکنن اگر لازم بشه. این سازمان، این طرح، این فکر توسط خود مردم، توسط دانشجوها شکل میگیره. ما فقط داریم فرمش رو مطرح میکنیم. ببینید، شما میتونید برید ماهی بخرید، ماهی رو وارد کنید، بخرید و بخورید، ولی جون و زندگیتون بستگی به اونایی که این ماهی رو برای شما میگیرن. شما میتونید گندم بخرید، زندگی کنید، پول مفت نفت رو بدید، گندم زحمت کشیده کشاورز خارجی رو بگیرید، نون کنید، بخورید. رفته نشسته کاشته، شخم زده، درو کرده، سمپاشی کرده، کاهاشو جدا کرده، گندمشو گرفته، تو انبار گذاشته، کامیون آورده، سوار کشتی کرده، فرستاده به مرزهای ما که ما استفاده کنیم و بخوریم. پول نفت زیر زمینمون که ما هیچ نقشی در تولید اون نداریم، ساختنش نداریم، میره برای قیمت اون گندم و ماهی. پس ما دست اوناییم، ما بنده اوناییم، ما عبد اوناییم. هر وقت دلشون بخواد ما رو میزنن زمین. ما چی احتیاج داریم؟ ما احتیاج داریم که بدونیم چجوری بکاریم، چجوری ماهی بگیریم. این طرح ما، این پیشنهاد ما، طرز گرفتن ماهی آزادی، طرز کاشتن گندم آزادی. چه جور ماهی میخوای بگیری؟
کجا میخوای بگیری، با کی میخوای بگیری، مربوط به خودته. کجا میخوای گندم بکاری، چه نونی ازش درست کنی، مربوط به خودته. ما داریم پیشنهاد میکنیم که راه رهایی از ستم و ظلم و استبداد هزاران ساله اینه که ما هم یاد بگیریم چجوری آزادی خودمون به دست بیاریم. دانشجو الان جلو هستن، ما قبلا جلو بودیم. ما هم میرفتیم تظاهرات، ما هم میرفتیم آزادی میخواستیم. وقتی اوضاع داغ شد، وقتی شرایط آماده شد، یک دفعه اصلا شماها باورتون نمیشه، اونایی که ندیدن، یک دفعه دیدیم آخوندهای توپل چاق گردن کلفت سر صف، دستاشون هم باز میکردن اینجوری، زنجیر میکردن به بقیه، تظاهرات ما رو از ما میدزدیدن. تازه بعدش هم جمعیتی میبردن سمت مسجد، شروع میکردن حرف زدن، صحبت کردن. امام حسین رو میکشتن، یزید رو دار میزدن که خودشون رو مطرح کنن. نمیخوایم دوباره اینجور بشه. اونجور خواهد شد، یعنی مسیر حرکت اون خواهد بود، ولی نمیخوایم دوباره اونجوری کسی صاحب آزادی بشه، کسی صاحب انقلاب بشه. برای این کار احتیاج به سازماندهی داریم. سازماندهی باید درست و اصولی باشه، چه 5 نفر، چه 10 نفر، چه توی مدرسه. بنشینید برای هر کاری که میخواید بکنید. من الان روی صحبتم با دانشجو هست، چون حرکت در شما الان بیشتر هستش. کمیته تظاهرات دارید، کمیته روزنامه دارید، کمیته سخنرانی دارید. این کمیته ها رو رهبریشو به صورت رهبری جمعی چرخشی در بیارید. انجمن‌هایی به نام انجمن رهبری جمعی چرخشی درست کنید. رهبران آینده رو از صفر شروع کنید به ساختن. این کمیته ها رو طوری تشکیل بدید که به طور چرخشی حتی اعضای کوچیک کمیته، حتی اعضای تازه وارد توی کمیته بتونن رهبری رو بچشن. بهشون مسئولیت بدید، بهشون حالی کنید شما رئیس نیستید و اونا فرمان بردار. اگر شما بتونید یه همچین سازماندهی رو ایجاد کنید و ببریدش توی مردم، از مردم نخواهید مردم به شما ملحق شن، شما به مردم ملحق شید. بنویسید، حرف بزنید، صحبت کنید، هر وقت که میرید تظاهرات اعلامیه چاپ کنید. همین مسائل اصول 7 گانه مادر رو بهشون نشون بدید، به نیروهای جوان تازه وارد نشون بدید که شما اینا رو دخالت بدید در رهبری. اون وقت چی میشید؟ اون وقت یک مجموعه وسیع از هسته‌های مقاومت و رهبری میشید. توی دریا یک کوسه غول بیشاخ و دم 5 متری هر ماهی 4 متری رو تیکه پاره میکنه، تا برسه کلشو میکنه، ولی حریف هزاران ماهی ریز کوچک نمیشه. چنان دورش میچرخن، چنان گیجش میکنن، از خیرشون میگذره. اگر رهبری رو اینا نتونن پیدا کنن در یک فرد یا 2 فرد، چه غلطی میخوان بکنن؟ این وظیفه شماست. این رو اگر تشکیل دادید، اگر جلو رفتید، مردم اون وقت اطمینان میکنن. میتونید ببریدش تو کارگرا، باید ببرید. یعنی مردم خیلی هاشون نمیدونن، باید ببریدش. روی این موضوع بیشتر بحث میکنیم. من دوباره به انتهای وقتم رسیدم متاسفانه. این وقت ما هم مثل برق و باد داره میگذره، مثل عمر آخوندهای جمهوری اسلامیه، عمر اونا هم داره مثل برق و باد میگذره، خودشون حالیش نیست. ما داریم وقتمون رو برای آزادی از دست میدیم، اونا دارن وقتشون رو برای جنایت و آدم کشی.
به دانشجویان عزیز تبریک میگم برای حرکات شجاعانه شون. به مردم دلیر ایران تبریک میگم به خاطر ملحق شدنشون به این جوانان رشید وطن در آینده و حمایتشون از اونها. و یک سرود دیگه دارم. این سرود رو ما سال 57 و قبل از اون گوش میدادیم. سلیقه ما اون موقع اینجوری بود، سلیقه شما الان یک کمی فرق میکنه، ولی مفهومش آزادیه. آزادی برای تک تک ایرانیان عزیز، آزادی برای جوانها، آزادی برای دخترانمون، آزادی برای زنها، آزادی برای مردان، آزادی برای قومها و تیره‌های مختلف در ایران. درود بر همگی. سرود رو میذارم. امیدوارم در 16 آذر این صدا رو بشنویم با قدرت و سازماندهی که از الان شروع میکنید و شکلش میدید. ما فقط تجربیات خودمون رو در اختیار شما میذاریم. ما کوچیک شما هستیم، شما روی سر ما جا دارید، شما جوانهای با شرف و دلیری هستید، شما آزادی خواهان ما هستید، شما چشم و چراغ ملت هستید. خب این هم سرود آزادی برای کارگران و کشاورزان ایرانی بود. سرود البته سرود چپی بوده، ولی برای من مهم نیست. من احترام به تمام آزادی خواهان ایران از هر گروه و از هر شکلش میذارم و مفهوم این سرودها که آزادی رو برای مردم میخواد برای ما مهمه. امیدوارم یه روزی دست در دست هم آزادی رو در آغوش بگیریم و ایرانی آباد و نو بسازیم. درود بر همگی.